بختر شهری امید و آرزوها، شهری که در چند سال اخیر سیمای خود را دیگر کرد. واقعا شهر بختر زیباست و شام آن باز زیباتر است. درود میگیم بیننده عزیز و ارجمند تلویزیون خطران. ما این شام گروه ایجادی برنامه تصمیم داریم که در کوچه های مرکزی شهر یک سیر شامگاهی را تشکیل نماییم. ما را همراهی نمایید و ما آغاز میکنیم. سلام علیکم، شما بخیر باشد. دون خطرون است. من زیور شاغوزی بچینیس میشم. من غنیوف عبدالقادر و دوستم باشد نظرف بختیار. بهترین. شما این حال به کجا سفر دارید؟ این حال ما با تماشای شهر برآمدیم. وقتی که روز در کار هستیم عصب‌هایمون مونده میشد و بعد خوراک شام باشد به تماشای شهر میبریم و عصب‌های خود را کمی هم باشد آرام میکنیم. من درباره آبادی شهر بختر چیزی گفته باشید. آبادی شهر بختر سالهای اخیر خیلی پیشرفته است. خیلی که شما میبینید در نزد میدان پرچم قرار داریم و در اینجا بسیار پیشروی ها به نظر میرسد. در این نزد میدان پرچم خیلی که میبینیم آدمون فراغت کرده ایستادن، عصبهای خود را آرام میکنند که این هم باشد خیلی پیشروی است در سال 2018. بهترین. شما هر شب به استراحت میبرید که گاه هر شب بعد خوراک شام به سری تماشای همین شهر میبریم. شما چی؟ ما کوشش میکنیم که نه تنها در شهر بختر، این چنین در ناحیه‌هایی که وابسته به سیاحی هستند ما تماشا و دیدن نماییم. سیمای شهر شما چه خیلی که میبینید سال تا سال روز تا روز دیگرگون میشود. امروز ما در یک فضای آرام و آسوده کشور خویش قرار داریم. در عرصه بین الخلقی امروز تاجیکستان را بسیاری کشورها با استقلالیت خویش میشناسند و تجربه صلح تاجیکان را پیشه خود میکنند. بهترین. من امروز نقشه های شما چگونه بود؟ امروز خوب بود یا اینکه نه اونقدر خوب؟ امروز هرچند که ما آموزگار هستیم در کاتدرای فلسفه و سیاست شناسی دانشگاه ناصری خسرو، اگر درس هم به اتمام رسیده باشه امروز رفتیم کارهای کاتدرایی خودم رو به انجام رسوندیم و بعدا از کار در عرفه پیش از عید قرار داریم و در رمضان کوشش می نماییم که در وقت خلگی خویش کمی هم باشد یک سیر نماییم، یک تماشا، یک حلاوت بریم. تشکر با شما. برار میخوایم. دور دیگر شما تو بخیر باشید. سلامت باشید. شما هم بخیر. واقعا شهر بختر یکی از دوست داشته ترین شهر برای مردم تمام شهر و نواحی ولایت است و امروز قامت افروختن پرچم در نزد مجسمه اسماعیل سامانی گواه آن است که مردم همه شب همیشه به استراحت میآیند و این باعث می‌کند که اکثریت من می‌بینید یک نفر اینجا پیدا شد. سلام علیکم. علیکم سلام. یه شناس میشید؟ نه، من محمد اسمتوف از شهر بختر با سیر گشتم شهر برآمدم. رحمت میگیم به قشای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامزاده رحمانی که قدر آبادی شد، اینقدر پیشروی که آزادیم در شهر بختر در تاجیکستان خودمان آزادانه زندگی میکنیم. قدر بهبودی‌ها پیشروی‌ها با سیر و گشت بگاه برآمدیم. روز دراز در ماه شریف رمضان در خانه عصبان مونده بگاه و تماشا برآمدیم برای عصبان را آرام کردن، برای یک سیر و گشت تماشا اینقدر پیشروی‌ها ترقی برای سیر و گشت برآمدیم. بهترین. شما آبادی شهر بختر را در قیاس با آبادی دیگر شهرها در چی می‌دانید؟ آبادی شهر بختر خیلی خیلی که جای زیست خودم خیلی بهترین از دیگر شهرها. آباد اینقدر پیشروی بودها. رحمت میگیم و پیشروی ملت جناب امامزاده رحمانی که اینقدر پیشرفتی که است با ترقیات یافته است، همه جاها ترقی یافته پیشروی رفته است. شکر از آن میکنم که هم خیلی دولت چنج امان داریم. بهترین. شما یگان جا تحصیل میکنید یا اینجا یا که کار فعالیت میکنید؟
حاضرش تحصیل میکنیم نصیب کرده در مکتب مؤسسه میانه رقم 8 شهر انباختر صنف 11 میخونه نصیب کرده باشد اکنون بعد خواندن باز به دانشگاه نقشه های شما چگونه است؟ با کدام دانشگاه مثلا؟ با کالج سپردانیم پنجم کلاس کالج طبی سپردانیم با همین تاجیکستان خودم با همین شهر باختر خودم با مردم تاجیک خودم خدمت کردم در آینده. بهترین ما برای عملی شدن آرزوهای شما قرار می‌خوایم و آرزومندیم که شما نیز سزاوار نام دانشجویی کردید. تشکر. سلام خالق، چی نام داری؟ فرشته. فرشته یکم شعر میدونی تو؟ چی شعر؟ پرچم تاجیکستان 7 استاره دارد 7 استاره اون 7 نشانه دارد. ما از تلویزیون ختلان سفر بخیر باشد. کجا راه سفارید؟ ما از ولایت سوخت آمده که هستیم با مهمانی به خانه خویش و تبارک. بهترین ما شما رو خوش آمدید میگیم به شهر زیبای باختر و امروز زیبای باختر رو شما چگونه بها دادید از این شهر؟ بسیار شهر زیبا شده است. ما از سال 1975 جانب با این شهر آمده رفت داریم. تمام شهر سیمایی دیگر گرفته است. به حد زیبا شده است. مردمش خوشحال هستند، خرسند هستند. از این دیده ما هم خرسند هستیم که دیار ما تاجیکستان صاحب استقلال روز روز رشد یافته ایستاده است. تشکر. شما یگانجا فعالیت میکنید در ولایت سوخت؟ من در نفقه هستم. من درباره آبادی وطن که امروز روز به روز رشد کرده ایستاده است، در این باره چی می‌گویید؟ در دوران صاحب استقلال تاجیکستان تماما تغییر یافته است. تاجیکستان حقیقتا جنت روی زمین شده است. ما از این ملت‌ها هستیم، از این ما به حد شاد و مسرور خرسند هستیم که تاجیکستان ما هم به قطار دیگر مملکت مترقی روی به انکشاف یافته است. تشکر برای شما. برای می‌خوام بار دیگر شما رو به شهر باختر خوش آمدید میگیم. تشکر. واقعا باختر رو این شام قبای زیبای به بر نموده و طور شما بینندگان عزیز شاهد حال هستید. این شام مردم به سیر و سیاحت برآمدند. آبادکاری از جانب پیشوای ملت محترم امام رحمان امروز باعث گشته است که مردم ما آزادانه سیر و گشت میکنند و آنها همیشه خوش‌اقبالند، همیشه خوشحالی از آن میکنند که واقعا دولت ما صاحب استقلال است و تنج و آسوده است. شماتون بخیر باشد. شما بچنوس بشویم. رحمت الله ولی شهروندی شهر باختر. سفر رو بخیر. به کجا رسیدید؟ برای تماشای وطن زیبای خود با دوستان و برادران و خواهران خود. شما هر شب به سیر و سیاحت اینجا می‌آیید؟ نه هر شب وقت هست، نه که می‌خواستیم که هر شب باشیم که یک دم گیریم صحبت کنیم با یک دیگر. من می‌خواستم که درباره آبادی و شام‌های گوروی شهر باختر چیزی بگویید. هر شهری که هر وقت زیبا باشد پیش از همه در چهره خود شهروندان میشود. وقتی که شهروندان زیبا باشند خود شهر هم زیبا میشود و امروز من گمان میکنم که شهر باختر یکی از شهرهای بهترین تاجیکستان ما شده ایستاده است و عموما گمان میکنم که
ҳар як шаҳрванди шаҳри Бохтар низ ба ҳамин фикрҳои ман шомиланд. беҳтарин умуман мардуми имрӯза ободии шаҳри Бохтарро дар қиёс ба дигар шаҳрҳо ободии дигар шаҳр ва ҳамчунин ақидаи шумо дар бораи он ки имрӯз шаҳри Бохтар чӣ гуна зебо аст ва дар тафовуташ нисбат ба шаҳрҳои дигар. ман гумон мекунам ки имрӯз ҳар як шаҳрванди шаҳри Бохтар фақат дар фикри ободии шаҳр аст ва хоҳам нахоҳам шаҳр зебо мегардад, чун тоҷикистони азизи мавлуи хумо. беҳтарин бори дигар шумотон бахайр бошад. ба шумо ташаккур мекунам. саломат бошед. воқеан ҳар шаб ҳар гуна мегузарад ва махсусан шаби Бохтар ончунон мегузарад ки барои ҳар як нафаре ки ба ин ҷо барои истироҳат меояд як шаби хотирмоне хоҳад шуд. ва имшаб низ мо барои шумо бинандагони азиз муайян намудем ки сокинони шаҳр ва махсусан нафароне ки барои истироҳат ба назди майдони муҷассамаи Исмоили Сомонӣ омада буданд чӣ назар доштанд ва назарҳои онҳо тавре ки шумо шоҳид будед аз ободии ватан буд, аз беҳтар шудани шароит дар шаҳри Бохтар буд. ва мо бар шумо бинандагони арҷманд худоҳофизӣ мекунем ва умедворем ки дар нашри минбаъдаи барнома моро ҳамроҳ хоҳед шуд. то дидорҳои навбатӣ хайр.